الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرامی قدر، امروز صحبت آغاز میکنم. در دوام صحبت از ما اگر خطاگی سر بزند از همه شما معذرت خواهی میکنم. دوستان عزیز، امروز یک حدیث رم از جناب پیامبر، از حبیب دلها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. حدیث های پیامبر همه یک راهنمایی، یک هدایت است برای امت. پیامبر در یک سخنهای زیبای خود برای دلتی امت، برای غمخوری امت، امروز امتش درد کنه، بفهمه، صبر کنه، تحمل کنه، چی سخنهای زیبا میفرماید. پیامبر میگه ای امتان من، ای پیروان من، این دنیایی را که الله بر من شما داده است، این دنیا برای مؤمن ها سجن است. سجن در اصطلاح شرع یک جای تاریکی و درد غم مثل زندان است. همین دنیا پیامبر میگه برای مسلمان ها مثل یک زندان است. سجن گفته یک جای تاریکی و یک جای زندان میگن. نظر کنیم که اگر ما یک روز خرسند باشیم با یک هفته دیگه غم درد داریم، اگر یک هفته شاد باشیم با یک ماه دیگه غم درد داریم. به همین خاطر پیامبر میگه که همین دنیا برای مؤمنان چی است؟ سجن است، یک زندان است، یک داری غم درد است. و جنت الکافر، نیکی برای کافرها، برای مشرکا، برای منافق و یهودیا این دنیا جنت است. مقصد نظر کنیم اگر اونها همه کار حرام میکنند، مسلمان داره از دوری نظر میکند، نفسش میگه که برای رفته زنا که، عرق بنوش، دیگر کارهای حرام که، نیکی از الله میترسه، از فردای قیامتش میترسه، از پیشگاه پروردگارش که میترسه، به معصیت چکار میکنه؟ به معصیت نزدیک نمیشوه. به همین خاطر این دار انتحام است. باید ما کوشش کنیم که در این دار انتحام دست خالی به درگاه پروردگار نریم. یک مثال عادی بهر شما میزنم دوستان عزیز. یک کارخونه ده بگیم، یک زواد ده، وقتی ما به کار رفتنی میشیم، اگر در اونجا ما حجت تیار نکنیم ما را به کار نمیگیرن. انمی دنیا دم الله من شما را آفریده است برای دار انتحام. ما حجت تیار میکنیم، یعنی عمل میکنیم، از چیزی که الله امر کرده است به او عمل میکنیم و از چیزی که الله نهی کرده است از او دوری میجوییم. بعدا الله به من انشاءالله جنت میدهد. اون جنتی را که الله تا وصفش کرده است، این قرنج درد غم دنیا را میکشی، اون جنت هم فراموش نکنید دوستان که چیزی ارزان نیست. پیامبر در سخنهای دیگرش میفرماید اون جنتی است که چشم انسان او را ندیده است، گوش انسان او را نشنیده است. اون جنت به عقل خودت، به فکر خودت اندیشه کرده نمیتونی دوست عزیز. به همین خاطر همون تا جنت زیبا را الله بهر من تو وقت میکنه که در این دنیا من تو مثل یک آدم غریب زندگی کنیم. غریب کسی را میگن که برای دنیاش هم کوشش میکنه، عمل میکنه و برای آخرتش هم کوشش میکنه، نه اینکه برای دنیا شب و روز بدوه و برای آخرتش هیچ عمل نداشته باشه. و در دیگر سخنهای زیباش جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که فردای قیامت دو انسان حاضر میکند الله متعال، یک تا اونها مسلمان است و دیگرش کافر. اون کافر در دنیا فقط عیش عشرت خورده است، گشت است، یک آدمی بگیم مالدار ثروتمند است، کافر است. همون آدم ثروتمند کافر را الله امر میکنه که همون را بگیره از در دوزخ یک داخل کنه، در او خارج کنه. همین از در دوزخ یک داخلش میکنن، در او خارجش میکنن و از الله از اون پرسان میکنه که در دنیا چند عیش عشرت دیدی، در دنیا چند خوردی گشتی. اون آدم کافری که مالدار بود، ثروتمند بود، بای بدولت بود،
میگه یا الله من در دنیا هیچ عیش عشرت دیدگی نیستم، هیچ خرسندی را دیدگی نیستم، همو یک اندکی در دوزخ میورورنش ای درد سختی دوزخ همه عیش عشرت دنیاش فراموش میکنه. ای انسان مسلمانی که همیشه اشک دیده داشت بیچاره، همیشه الله انتقامش میگرفت، بیچاره به خونه و به در بود، به زن و فرزند یک کمبغل بود، بیچاره آبی دیده میکرد. الله همو را چکو میکنه؟ میگه از در جنت یک داخلش کنه و در حال بگردونش. همو را از در جنت یک داخل میکنن، اندک بعد او را بر میگردونن، میگن در دنیا چند عذاب دیدی، چقدر مشقت کشیدی؟ او انسان مسلمان میگه قسم به ذات پاک دی الله، من در دنیا هیچ عذاب درد رنج دیدگی نیستم. از شوق، از دیداری وقتی که جنت هم میبینه، محبت جنت هم میبینه، نعمت های جنت که میبینه، همه عیش عشرت عذاب درد دنیاش چکا میکنه؟ فراموش میکنه. به همین خاطر برادران عزیز در این دنیا همیشه کوشش کنیم که مثل مسافر زندگی کنیم تا اینکه الله متعال من شما را بر اون جنت الفردوس و جنت المأوا